دیشب بسیار زیاد شده بود. تا حالا سرم درد نکنه. سرم هم درد نکنه. گمش کو خوب شو بود. اما قیب بیاب ما کده بودی. خوب کارچی که بود خوب سال مختر شد. والا. سلام بچه‌ها چطور هستین؟ بچه چطور؟ سلام احمد بچم کجا هستی؟ سلام. خوب داری؟ چرا صرف آمده بودین او بچه؟ بسیار خسته بودم هیچ نشد. خواهد پوره همه کدی باز میامدی بادر. خب بچه ها چی پروگرام است؟ چی کنیم؟ بچم اول میریم خواستگاری. خواستگاری؟ خواستگاری کی؟ خواستگاری دختر پاچا. دختر پاچا؟ او بره کی؟ برازی جوان بچه پاچا. دیناشا عاشق شده بود. عذر زاری زیاد کرد. مرمه جای نگرفت. اوهو گپ به عذر زاری رسیده. کشیمیده رک داره بادار. آره. من خواهی کنم بیاین هیچ امروز کلاس نمید. آوالا خوب گپ زدی. اصله سوز چاپلین پیش نیست. ها؟ میریم بولینگ. بولینگ؟ میشه کدام کبوتر مبوتر هم به دست ما بیاین؟ والا خوب گپ زدی. تو خیلی معلومش از دختر پاچا صرف نظر کنه. واسیم بولینگ چیز کرده؟ بچم اینا تا توپ کوه است خب. یه کمی گیریش. از خاطر که امر بچه پاچاست. تو خود نماشه ما برم زامچر ما بکشیم یک کرد گشته ببره. با خیالم از دیناشا فتن جراتت سلب شده چی بالا؟ بله امر بچه پاچا باید بدون چرا قبول شد. بچه پاچا باید از خودی با جرات باشه. تا جایی چیش مزما کار بکنه اونجا بدون داره. ما بله از خود برم زامچر ما بکشیم یک کرد بچه پاچا قد خوب بدر ببره. ایش خود نماشه برو خود. خیلی کس من خودم پیشم میرم. اینا رو بی شکاره. برو تو کلنگا کده موری من بینگرم. که من چطور برتان میارم. بچه ببینم جانی ده. علی بچه برو بر از یا بود بیام. ما؟ برو دیگه. نمبر پاچا چند؟ بچه اشکی خواهی. 6 7 برو بچه. برو دیگه بچه.
آرزو میفهمی؟ دیروز نزدیک بود که من موتر بزنه. درایور شراب خورده بود، موتر از رادش خارج شد. اگه من خود باش نمیکنم نزدیک بود که بمرم. خدا نکنه فهیم جان اگه خودت چیز میشت من خود زنده نمیماندم. آرزو تو مرا قدر دوست داری؟ You're free? Yeah. Can I please go to Dandenong Plaza? Jump in. Thank you. آخه چقدر بگویم فرید؟ تو چرا نمیفهمی؟ این شب نشینی ها و نایت کلاب رفتن ها به دردت نمیخورن. جان بیادر تو کوشش کن در سایت بخوانی.
در این کشورها بغیر از درس و تعلیم چیز دیگه به درد آدم نمیخوره. آخر من بیادرت هستم، دشمنت خو نیستم. هر چیزی که برات میگم بر خوبیت میگم. فرید تو اگه سرما فکر نمیکنی حداقل سر مادر پیچ سفیدت خو فکر کن. من چی هست؟ از من زندگی بیاز خلاص است. اومد از زندگیم بغیر از تاریکی روشنی نمیبینم. اما این خانه و آینده خانه مربوط تو است. تو خواهنده روشن پیش روی داری جان بیادر. ببین فرید، میفهم یگانه آرزوی می است که تو هم به مثل مردمای دیگه در جامعه به خود یک مقام بسازی و ما شما افغان‌ها باید به مردم نشان بدیم که نه، ما افغان‌ها هم یک حیثیت داریم، و صاحب یک شخصیت هستیم و صاحب یک کلتور هستیم. فرید، من نمیخوایم که تو هم به مثل من داوطلب اشقابشویی کنی و شبانه جاغه دور سرگردان تکثیرانی کنی. من میخوایم تو کار کنی که باعث افتخار من و تمام افغان‌ها شی. اما افسوس من که طرف تو و جوانایی به مثل تو میبینم، نمیفهم که آینده شما چی خواهد شد. خب من برم که رفیقان انتظار هستن، باز قرامی گپ میزنیم. کجا میرخی؟ میرم رفیقان انتظار هستن. برای تو خوب بخته کردیم؟ نه دارم نمیشه. خداحافظ. خدا سپردیم. من نمیفهم که پولدار برای کی کردم مادر. این بچه چی خسته خواهد شد؟ بچه آدی گپ وارا بار راست بگو کارسون چکار بخواه میریم؟ اگه میگی نمیرم پشتش میرم و میارم شد. آخر حقیقت بگو چی گپ است؟ یارت بر ما غیر قابل قبول است. بچه هر وقتی که در پاکستان بر من تلفن میکردی از او بر من قصه میکردی؟ مادر چه خبر بگیم که آن در سفر هسته. آن جای رفته مادر. ما برد مادر که سر ناخت میشه. بس میشه بچه تو خوب بخته کردیم؟ نه هیچ نمیشه مادر. تشکر مادر. خداحافظ. خداحافظ. چی شدن این بچه ها دیر نکردن؟ باز به خیالم خوشم برده. چی بلا؟ چی شدن نه بچه ها؟ بچه قصد دیر کنی شما؟ باز ناوقت باز آمد. امروز نزدیک ناوقت شده بود. اگر انوار امروز از خاطر آرام ازی. نمیزد باز خدا امروز میامدیم یعنی. چی چیزیست؟ چی مال هسته که گوشایی باشه؟ کیره میگن شما بچه؟ چی چیزی؟ این دختر به این مقولی زیبایی صرف افغان شده میتونه بس. چی مال است؟ اگه افغان می بود تا حالا چطور ندیدمش؟ باشه نال معلوم باشه اون قصر می. اون بچه ها بیا کچن ملفید کنم. سلام سرجان. چطوری؟ سلام سعدی. سلام سرجان. سلام سهل جان. چطور هستی؟ فرید جان در این روزای دیده نمیشه کجا هستی؟
اعتراض سرجان که در این روزا کم تمرین زیاد داشتیم و امروز هم کم سرنواخت شدم گفتم برو ساعت دیگه میام. اگه کمک از خواه وقت بخیدی ساعتش نواخت نمیشه. بعد از این همینطور میکنم. راستی رخسار جان براتان معرفی کنم. رخسار جان ایرانی است که تازه از امریکا آمده، میخواد در کالج ما درسای خود ادامه بده. خانم از دیدن شما خیلی خوشبختم. قربونت برم خانم. در کالج از ما خوش آمدید. خدا نسازین مذاق کنیم افغان است. بینی ما را بریدی. اینا همان گروه 4 به اضافه یک هستند. انور جان، الف، فرید جان، ب، غیال جان غین و اینجا الف دوم احمد جان که امروز نامده. اینجا الف دوم. آنجا تشکر جاش خالی نموندی و این هم نوروز علی جان. افغان چقدر خوب. از معرفی با همتان بسیار زیاد خوش شدم. شکر که شما اینجا هستین. هر جای که وطنان ما باشد انسان هیچ وقت تنهایی را احساس نمیکنه. نه امرای شاید با گروه افغان دوست نمیدی. تشکر. بچه ها مکتاب خانه میرم که امروی میره. خوب شد گفتی یاد نرفته بود. ما هم یک کتاب کار داشتیم. شما چی میکنین بچه ها؟ کی من انور میبره که پیش مکانیک که موتر خودم میگیرم. راست میگه من میبرم پیش مکانیک. شما کی کجا میرین؟ رخسار جان خودت هم کتابخانه میری؟ من باید از برم خانه و پدر جان نان تیار کنم. سرجان اگه دیر نمیکنی ما رخسار جان هم راج میریم که مادرم هم در خانه تناست. میشه کدام کتاب خوب برام خوش کنی؟ خواهی ما رفتیم خداحافظ. خب بریم دیگه باز میبینیم شم. علی جان قسم که خبر شدم زیاد شبگشتی میکنی. رویا جان تماما گپار به من زده. نه کی موگه؟ علی تو شبانه کجا میگردی؟ که نه تو معلومه. جناب فرید جان خود همچنان مزه میتان خبر دارم. نه سرجان ما یگان شبای رخصتی را که سینما بریم و دیگه جیم هستیم و یا خانه. این از علی پرسان کاری جان بگونه چطور است؟ آره راست میگه. یکان شبای رخصتی ما سینما دیگه جوانم ما را جیم من مارم کورس موسیقی. سهر جان قسم که معلوم میشد فرید جان چون از او قسم بچه ها نیستند. مگم بازم سر جوانای زمانه اعتبار کردن مشکل است. مگر رخسار جان سرجان مذاق میکنه. عادتهای شوخی را دارد. همیشه تر مذاق میکند. این پرسان که سرجان چطور است؟ بچه ممی باز میدم دختره را فکر رتبه به خود گرفته. با آنش ایست سرش فکر نکن. اسم بزنه بشه از این کفتر بازی ها خلاصش کنم. نازی بچیم بخی تو برو تو. خنده و مذاق دارم. بچه ممی از کفتر بازی کنه برو تیاری مارکت بگی. بازی قسم نایمانمت. از این کفتر بازی ها خلاصت نیکنم. دفعه دیگه چی کردی؟ کم دفعه بکنی؟ باز ما تو گپ میزنیم. بیاین که بریم. خوب بچه ها البته یک چیزی میگم. سبا 13 نوگست. 13 نوگست. خاص است؟ فرید جان بگونه در این خیال کرده. 13 نوگست همون چی شده بود؟ نه همون چی که همون چی میگن همون چی شده بود خبرش بود؟ از تو گله نیست. از تو از خود یک چی شده. سبا سالگیری سرجان است. من نفهمیدم. من میخواستم ممی را بگویم. سرجان تبریک باشم. تشکر سبا. سرجان گوشت باشه که یک عالم دختر که 40 سال بکار است که یک زن 25 ساله شود. میتونه شد که امسال 22 سالگی تو باعث تجربه کنید. با اجازه تان سهر جان بریم فرج جان پریشان میشه. ما رفتیم بچه خداحافظ کن. خداحافظ. بخیر سبا شب میبینیم. خداحافظ. بچه نیکی بیمار شدی
بیمار نه بیقرار شدیم.